درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 79. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. اگیسیلای بابی یکم. من درک می کنم که درباره اگیسیلای که سزاوار فضیلت و شهرت است، تألیف کردن سخن ستایشی آسان نیست، ولی به هر حال کوشش کردن لازم است. اگر تنها به سبب آنکه فضیلت‌های اگیسیلای به کمال رسیده باشد هم او سزاوار مدح و ستایش نمی‌شد، حتی اگر آن به خدمت‌های بزرگ او کاملا موافقت نکند. درباره اصالت ارثی او صفت بهتر و زیباتر گواهی می‌دهد که تا امروز هنگام ذکر گذشتگان وی معلوم می‌گردد که او در شجره به کدام نسل گیراکل تعلق دارد. و این پیشگذشتگان نه افراد علاهیده بلکه شاهانی هستند که از اولاد شاهان برآمدند. در برابر این کسی آنها را ملامت کرده نمی تواند که آنها هرچند شاه باشند هم در دولتی بی اهمیت حکمرانی کرده باشند، چونکه به حدی که اولادشان در دولتداری مشهورترین است، دولتشان نیز در علت همان قدر صاحب شکوه و جلال به حساب می رود. از این رو آنها در بین سلاله‌های دویم درجه اولین نبوده بلکه خلق‌های پیشبر و موفق را راهبری می کنند. هم وطن و هم پیشگذشتگان اگیسیلای سزاواری مدح و ستایشند. آخر دولت اسپارتانی ها هیچگاه کوشش نمی کرد که بی حسد به موقع حکمرانی آنها نگاه کرده آنها را از تخت دولتداری واژگون سازد و خود شاهان هیچگاه کوشش به خرج نمی دادند که از دایره وکالت‌های بیرون روند که در اساس شرط‌های آنها حاکمیت شاهی را کسب نموده بودند. برای همین در یگان جای حکومتداری دیگر، دموکراتیا، اولیگارخیا، استبداد و یا سلاله شاهی را
پیدا کردن ممکن نیست که در اسپارتا چنین پی در پی حاکمیت داری وجود داشته بود. تنها در اینجا قدرت از یک نسل شاهان به نسل دیگری آنها می گذرد. درباره آنکه اگیسیلای هنوز تا به تخت شاهی نشستنش شایسته حاکمیت شاهی اعتراف گردیده بود، اثبات زیرین جای دارد. وقتی که شاه اگیس وفات کرد و لیاتخید همچون پسری اگیس و اگیسیلای همچون پسری ارخیدم برای حقوق وارثی حاکمیت به بحث‌ها وارد گشتند، دولت اسپارتا تصمیم گرفت که اگیسیلای هم از لحاظ اصالت و هم از نگاه خصلت‌های شخصیش سزاوارتر است و به او تخت شاهی را پیشکش نمودند. از بس که در دولت تواناترین ایلادا مردان شجاعترین او را سزاوار شرف عالی می دانستند، باز کدام دلیل فضیلت‌های او که آنها را قبل از به تخت شاهی نشستنش کسب نموده بود لازم می بودند؟ اکنون به توصیف اعمال او در زمان شاهیگریش رجوع می کنم. این اعمال او به اندیشه من از خلق و اطوار و خصلت‌های شخصیش روشن‌تر شهادت می‌دهد، چون که اگیسیلای قدرت شاهی را هنوز در سن خیلی جوانی به دست آورده بود. همین که به تخت شاهی نشست، خبری پهن شد که شاه فارس برای هجوم آوردن به ایلین‌ها قوه حربی سیرشمار را هم در خشکی و هم در بحر جمع کرده است. وقتی که اسپارتیان و شریکان آنها به محاکمه وضعیت شروع کردند، اگیسیلای تکلیف کرد که اگر به او 30 نفر اسپارتانیان 2000 نیآدمادها و یک گروه جنگی هم پیمانها را با تعدادی تا 6000 نفر دهند، به آسیا می رود. در آنجا وی کوشش خواهد کرد که صلح و آسایش برقرار کند، یا اگر شاهی بربرها خواهش جنگ کنی داشته باشد، کاری می کند تا که خود وی امکانیت سر کردن محاربه ضد ایلین‌ها را از دست بدهد. بسیاری ها در اینجا تنها از تصمیم به وجد آمدند که اگیسیلای پیشنهاد کرد که شاه فارس را سرنگون سازد، در حالی که پیشتر پارس ها اولین شده به ایلادا هجوم می کردند. به نظر می رسد نسبت به آن که منتظر حمله شاه فارس باشیم، هجوم ما به او به مراتب بهتر است. خودمان دولتش را تخریب می سازیم به از آن که به گذرانیدن عملیات جنگی در سرزمین ایلینی راه دهیم. اما نکوترین چیز، چنان که همه قرار دادند، این بود که جنگ نه برای مدافعه ایلادا بلکه با فتح آسیا سر می شود. اگیسیلای که قوه های حربی را قبول کرده بود، برهش روانه گشت. اگر درباره تمام کارنمایی های او با ترتیب نقل نکنیم، آیا امکانیت دیگر پیدا کردن ممکن است که استعداد جنگی او را تصور نماییم؟
اولین کارنمایی را که در آسیا انجام داد چنین است: تیسفری یک با اگیسیلای توافق کرده سازشنامه اش را با سوگند درباره شرط زیرین تقویت می دهد. اگر اگیسیلای پیش از بازگشت سفیرانی که آنها را تیسفرن نیت داشت به نزد شاه فارس فرستد با او سازش می بندد، پس او تیسفرن کفالت می دهد که شهرهای یونانی واقع در آسیا آزاد و مستقل اعلان شوند. اگیسیلای در نوبت خود قسم یاد کرد که به این شرطنامه صادق خواهد ماند و مهلت اعتبار آن را 3 ماه مقرر کرد. تیسفرن در حال شرطهای عهدنامه را که برای وفاداری به آن سوگند یاد کرده بود ویران کرد. وی به جای غمخواری بهر پایداری صلح و آسایش به غیر از آن چیزی که در اختیار داشت از شاه فارس قوه‌های حربی کلان طلب می‌کرد. اگیسیلای گرچنده که از آن خبردار گشته باشد هم به شرط‌های سازشنامه صادق ماند. آن به نظرم اولین کارنمایی عالی است که اگیسیلای انجام داده بود. وی تیسفرن را در گناه سوگند شکنی گناهگار کرده. به نتیجه رسید که همگان به او دیگر باور نمی کردند. اما در نسبت خود اگیسیلای باشد پیش از همه می دیدند که او به سوگند خود تا چی اندازه صادق مانده شرطهای عهدنامه را با او ویران نمی کرد. آن باوری را به وجود آورد که در پی آن هم ایلین‌ها و هم بربرها اگر او رازیگی می داد با او عهدنامه ها می بستند. اما هنگامی که تیسفرن به شرافت آن که به نزد وی قوه‌های حربی رسیده آمدند به مقابل اگیسیلای جنگ اعلان می کرد، به شرطی که اگر او آسیا را ترک نکند و همه همپیمانان دیگر و سپرتنیانی که با اگیسیلای آمده بودند از این وضعیت خیلی مشوش خاطر گشتند. آنها قوه‌های حربی را که تحت فرماندهی اگیسیلای قرار داشتند از لشکری که شاه فارس آماده ساخته بود ضعیفتر می شماریدند. اگیسیلای برعکس با چهره نوربارش به قاصدان فرمان داد که به تیسفرن چنین خبر رسانند: او اگیسیلای از وی خیلی منتدار است که تیسفرن سوگند خود را ویران کرده به خصومت خدایان گرفتار گشته به این وسیله آنها را به شریک ایلین‌ها تبدیل داد. پس از این اگیسیلای فوراً به سربازانش فرمان داد که به محاربه حربی آماده شوند. به شهرهایی که او باید از طریق آنها با جنگاورانش به جانب کاریه می رفت امر داد که بازارها را آماده کنند تا که سربازانش مواد غذایی را برایشان خریداری کرده توانند. او به نزد ایانیان، ایالیان و یونانیان که در منطقه گلسپانت زندگی می کردند نیز پیام‌ها فرستاد تا که همه آنها برایش به افس قوه‌های علاوگی فرستانند.
تیسفر چون می‌دانست که اگه سیلای سربازانی سواره ندارد و موضع کاریه برای عملیات سواره ها ناموافق است و باوری داشت که اگه سیلای برای فریب دادنش از او خشمگین است، به قرار آمد که اگه سیلای حقیقتاً به قرارگاهش در کاریه هجوم خواهد کرد. برای همین او تمام جنگاوران پیاده‌گرد خود را به اینجا و جنگاوران سواره را با راهی گردش به جانب وادی میاندر روانه کرد و باوری داشت که با سواره هایش تارمار کردن قوه های حربی ایلین ها را تا دمی انجام می دهد که آنها به حدودی برای سواره ها ناسازگار هجومشان را آغاز می کنند. اگه سیلای باشد به جای آنکه به کاریه رود، ناگهان رو به قفا گردانده به سمت مقابل به فریگیا روان شد. شماره جنگاورانی را که در این محاربه حربی به سوی او حرکت می کردند پذیرفته به قطار قوه های حربیش وارد نمود. اگه سیلای شهرها را مطیع کرده با هجوم ناگهانی به آنها اشیای قیمت بهای زیاد را تصرف می نمود. با چنین رفتارش مهارت فرماندهی او نیز عیان می گشت. از بس که الکی جنگ اعلان شده بود و حق داشت که یک حیله فریبنده را نیز به کار برد. آن کاملا موافق احکام الهی بود. تیسفرن باشد با نیرنگ هایش در پیش نظر آنها همچون یک کودک عادی وانمود می گردید. اینچنین رفتار خیلی عاقلانه اگه سیلای تصمیم او درباره ثروتمند نمودن دوستانش به حساب می رفت. انیخترش به علت فراوانی غنیمتی به دست آورده شده همه اشیا ارزان به فروش می رفت. او به دوستانش مصلحت داد که خریداری کنند و خبر داد که به زودی همراه قوه های حربیش به جانب بحر فرود می آید. اگه سیلای به فروشندگان غنیمت‌های جنگی فرمان داد که آنها نرخ‌های را که طبق آن غنیمت‌ها فروخته می‌شدند نوشته به آنها بدهند. همین طور همه دوستانش یگان چیزی را صرف نکرده و به خزینه دولت نیز ضرر نرسانده اشیای زیاد قیمت بها به دست آوردند. بر علاوه این نکته زیرین را باید ضم نمود. وقتی که فراریان به نزد شاه می آمدند و چون عادت خواهشی نشان دادن مکان خزینه ها را اظهار می نمودند، او نیز در اینجا تدبیرها می اندیشید تا که دوستانش این خزینه ها را پیدا نموده در یک وقت هم ثروتمند و هم مشهور شوند. برای همین بسیاری ها در حال خواهش زیادی جلب شوی و دوستی با او پیدا می کردند. شما گفتاری 79 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.